اینا خیلی از دست شاکم میگن همه چی یادت میره. چرا؟ یادم میره. فراموشکاری جا میذاری همه چیو. کار دارم دیگه. یعنی چی؟ یه سری کارا دارم که دیگه میشه دیگه چی بگم. چه کاری داری؟ چند سالته؟ من چند سال؟ 18 سالم. جان چقدر شر بودی در بچگی که پدرت شما رو اغلوم صدا میکردن، یعنی پسر صدا میکرد؟ مثلا بگو چیکار میکردی؟ کل پسرای محلمون رو زدن. کسی بدون بچه‌ها اجازه بریم. من نباید از تو کوچه رد میشد. باز زنگ خونه رو میزد، اجازه میگرفت، بعد رد میشد. سالاد سزار یا سالاد شیرازی؟ شیرازی هم. سالاد سزار رو برامون توضیح بده. کیوسان یا سنباد؟ چیسان؟ دیگه جان آمد. هیجان و آدرنالین یا آرامش و ریلکسیشن؟ همون اولی. واقعا تو اصفهان به یکی میگن خره منظور بدی ندارم. نه خدا نه. نه تعریفه. من خودم خیلی میگم، مثلا کنترل میکنم خودم یه وقت نگم یهو. پیمان خره معنی چی میده تو اصفهان؟ خره یعنی دوست دارم. واقعا